در شهر پاریس با ابتکار سفارت تاجیکستان در فرانسه و با هدف معرفی میراث فرهنگی تاجیکان محفل فرهنگی دایر گردید. این محفل در همکاری با انجمن تاجیکان فرانسه رفزانه برگزار شد و در آن از جمله هنرمند معروف دولتمند خالق هنرنمایی کرد. سفارت تاجیکستان در فرانسه هدف از برگزار کردن این چهاربینی را معرفی بیشتر کشور در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی گفته است. در تاجیکستان سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام شده است.